بعضی کسا را در چوکی خریدن، بعضی کسا را در پیسه خریدن. شیخ صادق فردل میگه که عزت مدنی است، ما قابل خریده نشدیم، از من خریده نمیتونه. انسان با فکر کس خریده نمیتونه. انسانای بی فکر بسیار کسایی است که خوب میگه مثلا امی کتابا را شاید 1000 کتاب خوانده باشه، شاید اگر ما تو علم بکنیم 20 سال دیگه هم درس بخونیم به درس نرسیم، لکن چی است؟ ذلتش جمعی است که خریده شده. چی ذلیل ساختش؟ که فروخته شد. به چی فروخته شد؟ یا به چوکی، یا به پیسه، یا به یگان موتر، یا به یگان وسایل فحشا و منکر، زمینه فساد. بسیاری جوانا را که مثلا بردن، یا خود مردمای بیدین مشکلشان همی است که اونا برای رسیدن برای هدف خود از هر وسیله استفاده میکنن. از این خاطر